شده. داریم هیت مپ آردا گولر خرید جدید رئال رو میبینیم که بعد از کلی جنجال اومد رئال، اما تا الان بیشتر جای خالی هازارد رو برای پزشکای رئال پر کرده تا اینکه عصای دست آنچلوتی باشه. انگار هر سال رئال باید یه بازیکن مصدوم داشته باشه به این شکل. با این بازیکن رئال به نظرم یه همچین بیمارستانی لازم داره. تو این مدت که نبودیم اتفاقات زیادی افتاد. فوتبال و سینما یه جاهای تداخل داشتن. واکر شبیه دیکاپریو خبر تمدید قراردادش رو اعلام کرد. تو این مدت آمار عجیبی هم شکل گرفت، اما فانترین اونو کنایه پیتزا فروشی بود به آمار گلزنی افتضاح چلسی. مدیریت محترم پیتزا دومینو توییت کرده که ما از آخرین باری که چلسی گل زده 852609 تا پیتزا تحویل دادیم. البته این آمار دیشب متوقف شد چون چلسی بالاخره تونست 1-0 برایتون رو ببره. از لیگ انگلیس میشه خارج نشد و بریم سراغ استاد مویس که در 72 بازی مقابل یونایتد، آرسنال، چلسی و لیورپول، البته خارج از خونه، یه برد هم نداشته. طبیعتا همه این آمارا بی اهمیته وقتی بدونیم یه هفته دیگه به رکورد برنج نخوردن سرمربی تیم ملی فوتسال اضافه شد. از سال 78 دقیقاً مرداد ماه تا الان 20 سال لب به برنج نزدن. در کنار همه این اتفاقات فوتبال مد نظر ما هم ادامه داشت. گل‌های زیبایی دیدیم که نقش مگوایر توش. He's picked out Salah again and Darwin Nunez. Oh, it's in. It's come off cash. Liverpool have another. بازی‌ها به شکل بسیار جوانمردانه ادامه پیدا کرد. شیر پدر شیر مادرنان پدر حلالت رو بیشتر بشنویم از شما و حرکات تکنیکی زیر پوست شهر جریان داشت. از سرمربی چلسی و منچستر تا بازیکنایی که پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شدن قول دادن بهتر باشن. پس ما هم قول میدیم انشالله که رفته بهتر بشه. سلام. فان این هفته رو با شعری از شاعر قافیه‌های نامنظم اسپانیایی آنتونیو دوناسیمنتو باندراس شروع می‌کنیم. Ramos lo amaste toda tu vida. Viste como Yar consiguió a Yamal. که ترجمهش میشه آقا کی اینجا اسپانیایی بلده؟ سعید شما بلدی؟ اگه بخوام به فارسی سخت بگم میشه راموس که یار میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه یار یا مال گرفت. خب سعید ما که اسپانیایی بلده بالاخره یه جایی به درد ما خورد. تعبیر شعر رو هم اکانت بارسا انجام داد، چیزایی که دوست داریم ببینیم، که در واکنش به ادامه هفته برای یامال بهتر هم شد وقتی با تمام اعضای خانواده، دایی‌ها، عمه‌ها، خاله‌ها اومدن و قرارداد جدید رو امضا کردن. تو این وضعیت اقتصادی متن عذرخواهی منتشر کردن. خب الان به چه دردی میخوره؟ مثلا انتهای فصل میگن لیورپول چون یه عذرخواهی اضافه تر داره بالاتر از سیتی قرار میگیره. این VAR بود. 4 تا تیم چهارمن و خبر دوم این که واران بدونه که خندش بگیره قبل بازی البته با گالاتاسرای گفته امسال میتونیم قهرمان UCL بشیم. حالا باز هم هر جور سلام. الان وقتش صراحتاً یه مسئله مهمی رو با شما در میون بذاریم. آقا ما از وضعیت بعد تیم‌های مورد علاقه شما استقبال میکنیم. اگه منچستر و چلسی نبازن، اگه سیتی حذف نشه، اگه پاریس بد نتیجه نگیره، ما به چی بخندیم؟ کلاً فان از شکست در میاد نه پیروزی. مثال همین فولاد خوزستان خودمون اگه نتیجه میگرفت این اثر خلق میشد. شما از کجایی؟ من ایران هستم. دوست شماست؟ دوست شما دوست ما نخواهد. این یکم قدیمی اما هنوز خوبه. چلسی انقدر بازیکن داره و انقدر بازیکن عوض کرده تو این دو سه فصل که این وسط 2 تا بازیکن نحس خوردن و کسی خبری ازشون نداره. Cool. Marlon Sarr. And what's happened to Jamie Cumming, who played the first game against Wrexham?
Oh my goodness. Malansar. And then shimmy. Yeah, I don't know what I can tell you. I don't know because you surprised me. It's like you punch and I am like this. Because we were talking about Luton. مدیریت پیتزا دومینو بازم خلاقیت به خرج داد این هفته. قبل از بازی چلسی فولام یه ماشین فرستادن جلوی در استادیوم و آمار گلزنی چلسی رو دوباره مسخره کردن. قطعاً الان بخش زیادی از بینندگان دارن حساب میکنن آقا 9,892,022 تا پیتزا در 38 روز بفروشی سهم هر روز چقدره؟ ببینید دوستان ما حساب کردیم اصلا جای نگرانی نیست. اگه این دوتا عدد رو تقسیم کنیم 10 بر 1 میکنه به عبارت 260,316 تا پیتزا در روز. که حالا اینجا یه موضوع دیگه پیش میاد، اونم این که آقای دومینو چقدر سود میکنه. اگه قیمت هر پیتزا رو قیمت پیتزا مخلوط در نظر بگیریم که تو انگلیس مشتری ثابت خودشو داره، با احتساب 100% سود و اینکه سود تو تعداده، آقای دومینو نون تو خونه گربه‌ها داره میزنه. نپرسید چرا که داستان داره. Chelsea, 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 Chelsea. تا ضد حمله حرفه‌ای اینتر میامی رو می‌بینید ما یه فلافل دومون سفارش بدیم. سون قبلا یه شریک داشت که شیفتی مغازه رو میچرخوندن، اما از وقتی رفت زندان دیگه مجبور شده خودش وایسه در مغازه. تا از زندان بیرون نیومدیم بگم که فوتبال در میان حبس کشیده ها کم و سابق جریان داره. و در آخر تصویری از بازیکنی که فوتبال خوند و در کنارش ژیمناستیک هم ادامه داد.